من میگم دیوونه خونه است، به یه عده بر میخوره. صبح رفتم بانک، یه دونه نامه به من داده، خود بانک، فرستنده بانک، گیرنده خودم، داده دست خودم، به من میگه ببر اینو پست کن، اداره پست بیاره دم در خونه شما به شما تحویل بده، شما اینو گرفتی بیار به ما تحویل بده تا دست چکتو بهت بدیم. دوباره میگم بانک خودش نامه رو به من داده، قرار نیست هیچ باز نمیشه این نامه، حتی قرار نیست باز بشه. به من گفته اینو بگیر ببر بده اداره پست، اداره پست پستش کن برای خودت، یعنی برای خودم، بیاره دم در خونه خودت، به خودت پست تحویل بده، تو اینو تحویل بگیر، دوباره بیا بانک بده به ما. گفتم به پست میگفتید یه شماره کارت میداد، خب من مبلغش همونجا واریز میکردم. یه هفته این پروسه زمان میبره و 2 تا رفت آمد اضافه برای من داره، یه مرتبه برم اداره پست دوباره اینو بگیرم بیارم تحویل خودتون بدم.